حبیب خدا وقتی میگوید من بچم ابراهیم 6 ماهه بود که از دنیا گذشت. ابراهیم 6 ماهه بود، فرزند ماریا کبتیه. وقتی در قبر میگذاشت عمر حکایه میکند حبیب خدا را دیدم بسیار گریه میکرد و ابراهیم بچه‌ش در لحد گذاشت و چی گفت؟ ای ابراهیم الحال منکر و نکیر تو را میپرسند رب تو کیست؟ بگو رب من الله است. از تو میپرسند 6 ماهه کودک رب تو کیست؟ رب من الله است. دین تو چیست؟ بگو دین من اسلام است. اگر پرسند پیغمبر تو کیست؟ بگو پیغمبر من پدرم محمد صلی الله علیه و سلم است. پدرم محمد است. رسول اکرم میگوید وقتی پشت نگاه میکنم عمر مثل کودک گریه میکند. گفتم عمر سبب گریه در چیست؟